خیلی وقت بود نگفته بودم سلام. اول از همه عرض کنم که بنده اسمم کجوانه، چنل کجوانه دارید منو یه پارت از قایم موشک رو گذاشته بودم تو دیسکریپشن، لینک اولم هست. بعد این ویدیو برید خواهشام ببینین اگر ندیدینش. اونجا یک یوتیوبر دیگه بود، اینجا یک یوتیوبر دیگه است که یارو روانی رو آورده بود، استخدام کرده بود و قرار شده بود کمتر از مثلا یک ساعت چند ساعت اینا اتاق مخفی بسازن و برن قایم بشن. الان هم رفتیم همون ولی با یک یوتیوبر متفاوت اسمش بن آزلارته و تو این ویدیو هم به عنوان کم و درک منم و بقیه صداها مال بقیه دوستانه. داخل ویدیو حرف میزنم چون ویدیو کپی رایت میخوره اگه حرف نزنیم ریاکت نریم. پس از اون بابت اگر بین ویدیو پاس کردم ناراحت نشید. بریم داخل ویدیو بن آزلارت. امروز 4 تا اتاق مخفی تو خونمو میسازم تا از دست یه شکارچی جایزه بگیره واقعی پنهون. چون من همیشه یه خونه پر از اتاق مخفی می‌خواستم، پس دهن خودم واسه تلاش سرویس کردم. اولین قدم دور زدن تو خونه و پیدا کردن سولاخ مولاخ پشت دیوارا و من بابت مخفی بودن اتاقا انقدر خیالم راحته که مطمئنا این شکارچی 1 ساعت کارش طول می‌کشه. 1 ساعت ما از همین الان شروع شد. بس بزن بدی. تو 1 ساعت 4 تا اتاق مخفی ساخته کار سختیه. بس بزن به. اینجا که اتاق مخفی میتونم بذارم. شایدم اینجا بتونم. نه بابا نمیشه. خودشونی ببرن کجا قایم شم. راستی بگم اونایی که ویدیو قبلی بن آزلارت رو ندیدن، این ویدیو بیشتر رو سبک کمدیه. یه واسه طرف احمق اجاقا رو باز کرده میگه کجا قایم شم. اوه خدای من، با سری قایم شم. برو بریم. وای خدا دارم عصبی میشم. الان من چه غلطی بکنم؟ چیکار کنم؟ از اونجایی که یادتون باشه این همون تختی که چیز درک زیرش بوده. خب دوستان بیاین کمک کنید. منظورش از چیز درک همون ویدیو قبلیه ایناسا، نه چیز دیگه. چی شده؟ اینو برام نگه دار که برام زیر سری قایم شم ببینم چی میشه. خیلی خوب با شمارش من 1 2 3. وای آی زنتون. درک تنها کسی نبود که گیر کرد. سلام، یکی به من کمک کنه. چی؟ کجایی؟ کجاییه؟ وای بچه‌ها شما دارید چیکار دارم میکنید؟ دنبال یه اتاق مخفی میگردم. بابا این که خیلی کوچیکه. یکی از قوانینی که واسه اتاق مخفی وجود داره اینه که باید تو اتاق جات بشه. نکته خوبی. شاکر خانم. دقیقاً وگرنه اون میشه کابینت مخفی نه اتاق. مبلغی که شکارچی بابت پیدا کردن اتاق میگیره $1000. پس بهتره اتاق رو تا ناموس مخفی کنید. وای بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا استرس گرفتم. آه میتونم برم اون بالا و میتونم اون بالا قایم شم. بعد تستش کنم. 1 1 چم کنی داری؟ دست سوخته میخوام قایم شم دیگه. اطمینان داری بهش؟ آره شک نکن کستاف. هیچ پیشرفتی نداشتیم، باید باهوش‌تر باشیم. اگر اتاق مخفیمونه بالای اون درخت غول پیکر بسازیم اصلا شکارچی اونجا رو چک نمیکنه. پس چقدر عالیه. پس بریم واسه مرحله اول. بریم بالا. واقعا تو اون ویدیو استاکتونیز هم یکی این کارو کرد. فکر کنم همشون بعد این کارو بکنن تا بفهمن نمیشه. کار نمیکنه. داخل ویدیوی قبلی بن اون یه اتاق مخفی داخل کاناپه ساخته و من میخوام از اون استفاده کنم. امیدوارم اینجا باشه هنوزم. اینجاست، عالیه. و من میخوام برای قایم شدن از این استفاده کنم چون نمیدونم چی بسازم. داری چیکار میکنی؟ من اتاق مخفی پیدا کردم. این اتاق مخفی واسه ویدیوی قبلی چنلمه که 12 میلیون ویو خورد و شکارچی جایزه بگیری یه دونهشون هم سید کرد. نکته خوبی بود و خدایا. اگر میخوایم اون ویدیو هم از بن آزلارت دوبله بشه حتما تو کامنت ها بگید. وای خدایا اینو پیدا کردم. چشم رو درویش کن، اون مال منه. پیش زنه بن چاقولیت میکنم. واقعا بچه سال. خیلی خوب کمکم